حضرت عایشه مادرمان وقتی که این سخن پیامبر که شنید در شبهای طاقی از آخر این ماه شب قدر جستجو کنید، مادرمان حضرت عایشه سوال داد: حضرت، مبادایی که اگر ما همین شب یافتیم، بگذار شب 23 بود، 25 بود، 27 بود، خلاص همین شب ما یافتیم، آیا در این شب ما اقول فیها چی گوییم؟ پیامبر ما به حضرت عایشه تعلیم دادند: قولی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای عایشه، در این شبی که ما قرار داریم، بگو پروردگارا تو بخشنده ای،